سلام بیننده عزیز، سرخط خبرها تقدیم از رادیو آزادی. امامعلی رحمان از چند خطری جدی به تاجیکستان نام برد. دادستانی کل گفت 10 پیسری منصبداران به ارتش رفتند. در صدمه در روسیه 2 مهاجر تاجیک هلاک و 5 تن جراحت برداشته است. نزدیکان سلامتی رهبری سلفی های تاجیکستان را در بازداشتگاه بد گفتند. فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه صبح امروز 9 نوامبر سرادم بود. هواداران ورزش و ساکنان پایتخت به استقبال پهلوان مشهور تاجیک تیمور رحیموف آمده بودند. او 3 روز بعد از پیروزی تاریخی در مسابقه بین المللی جودو در باکو به تاجیکستان برگشت. این ورزشکار تاجیک در مسابقه بین المللی جودو باکو گرند سلام 2022 که روزهای 4 6 نوامبر در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار شد، در وزن بیش از 100 کیلو مدال طلا به دست آورد. در این باره گزارش مفصلی داریم که آن را 4 ساعت پس در برنامه اخباری آزادی تماشا کنید. با اطلاع مأموریت نظامی منطقوی صبح امروز 9 نوامبر روسیه با درون‌های خودکشی زیاد منطقه جنوب و شرقی دنیپروپترووسک را بمباران کرد. در نتیجه چندین نفر مجروح شده، مؤسسه‌های ملکی آسیب دیدند. عین زمان در منطقه شرقی دونتسک و در جنوب جنگ‌های پرشدت ادامه دارند. والنتین رزنینچنکو والی دنیپروپترووسک گفت نیروهای دفاع هوایی ما 5 بسته این سلاح‌ها را نابود کردند. اینچنین آنها با درون‌ها شهر دنیپرو را حمله کرده کارخانه‌های تامین کننده را هدف قرار دادند. 4 کارمندش جراحت برداشتند و 3 نفرشان در حالت سنگین در بیمارخانه هستند. تفصیلات اخیری حادثه‌های اوکراین را در سامانه رادیو آزادی پیگیری کنید. دادستانی کل تاجیکستان در خبرنامه گفته است که جلب پسران منصبداران به ارتش بیشتر شده است. روز 8 نوامبر دادستانی کل نوشته است که تا 30 اکتبر امسال 124 پسر کارمندان نهادهای دولتی به ارتش جلب شدند، ولی معلوم نیست که آنها به خدمت یک ماهه پولکی جلب شدند و یا به خدمت مقرری. در مطبوعات محلی پیوسته جلب نشدن فرزند منصبداران به ارتش تنقید میشد. سال گذشته به گفته دادستانی کل بیش از 300 پسر منصبداران به ارتش رفتند که 19 نفرشان پسران کارمندان پروکراتور بودند. این نهاد گفته است که فرزندان رئیسان شهر و ناحیه‌های فیض‌آباد، تاجیک‌آباد، رشت، باختر به ارتش رفتند. 2 سال پیش قانون درباره جلب جوانان بر ارتش تغییر یافت. بر اساس قانون افرادی که در ارتش خدمت نمی‌کنند امکان کار در ساختارهای قدرتی را نخواهند داشت. معمولا اکثر پسران منصبداران تلاش می‌کنند در نهادهای انتظامی و قدرتی کار کنند، ولی بر اساس قانون نو اگر خدمت سربازی نکرده باشند این امکان پذیر نیست. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان هنگام باز کردن بینای یک قسم حربی وزارت کارهای داخلی از چند خطر جدی به کشور نام برد. پرزیدنت تاجیکستان گفت شامل شوی بعضی جوانان به گروه‌های افراطی، تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر و فروش سلاح به تهدید جدی تبدیل یافته است. با گفته پرزیدنت مقامات در پی عملیات‌های مخصوص صدها اعضا و طرفداران چنین گروه‌ها را بازداشت کردند. سازمان‌های حفظ حقوق بارها تاجیکستان را تنقید کردند که با بهانه مبارزه با تندگرایی فعالان و دیگرندشان را سرکوب کردند. از جمله ژورنالیستان بازداشت شده عبدالستار پیرمحمدزاده، ذوقی‌بک سعیدامینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی به تندگرایی متهم می‌شوند. نزدیکان و سازمان‌های ژورنالیستی اتهام علیه آنها را بافته می‌دانند. 10 نفر نیز امسال در ولایت مختار کوهستان بدخشان بازداشت و کشته شد که مقامات آنها را عضو گروه جنایتی نامیده بودند. نزدیکانشان آنها را بیگناه می‌دانند. در صدمه در روسیه 2 شهروند تاجیکستان جان باخته، 5 نفر دیگر از جمله 3 کودک مجروح شدند. وضعیت بعضی از آنها را وزنین ارزیابی می‌کنند. حادثه شب 7 نوامبر در حدود ولایت چلیابنسک روی داده است. مقامات روسیه گفتند تویوتا ورسا که از تاجیکستان به آن کشور می‌رفت در راه به یک ماشین باربر برخورده است. وضع راننده ماشین باربر معتدل گفته می شود. دهقانبای مشرفی 74 ساله و همسرش سعید ماه مشرفی 69 ساله از ناحیه اشت ولایت سوق در جای حادثه جان باختند. راننده و 4 مسافر دیگر نیز از ناحیه اشت بودند.
نزدیکان محمدی رحمت الله که زمان او را رهبری سلفی‌های تاجیکستان نام می‌بردند و هفته پیش بازداشت شد، میگویند پایهای او از حرکت ماندند و دیگر راه گشتن نمی‌تواند. محمدی رحمت الله یا محرموف محمد رحمت الله که سال 2016 به 8 سال زندان محکوم شده بود و سال پیش بر اساس قانون عفو پیش از مهلت رها شده بود، روز 2 نوامبر بازداشت شد. این روحانی 49 ساله فارغ التحصیل فاکولته شریعت دانشگاه بین‌المللی اسلامی پاکستان و ساکنی محله چاریکاران شهر دوشنبه 4 فرزند دارد. او در میانه سالهای 2000 در اوج فعالیت رویه سلفیت در تاجیکستان یکی از سخنگویان اساسی آنها در بحث‌های مذهبی با روحانیان سنتی بود. نزدیکانش گفتند که او یک سال اخیر با عصابغه راه می‌رفت و همیشه پایهایش ورم می‌کردند. مقامات بیماری این روحانی را شرح ندادند. به قول خویشاوندانش هنگام بازداشت رحمت الله مقامات گفتند که بر اساس حکم دادگاه پس از آزاد شدن او حق صحبت در موضوعهای دینی را نداشته است، ولی او به این کار دوام داده است. آنها میگویند در هیچ جا شاهد صحبت‌های دینی او نبودند. و حالا توجه کنید به قربی اسعار. بانک ملی تاجیکستان برای امروز 9 نوامبر قربی 1000 روبل روسی را 163 سامانی و $1 آمریکایی را 10 سامانی و 21 درهم مقرر کرده است. در بانک‌های تجارتی قربی پول خارجی میتواند دیگر باشد. این سرخط خبرها بود و 4 ساعت بعد با خبرهای تازه و گزارش‌های دیگر در برنامه اخباری آزادی به صحبت شما برمیگردیم. روزی خوبی داشته باشید.